خوشبخت‌ترین زن در عالم. خوشبخت‌ترین زن در عالم. مژده برایت خوشخبر، ای مادری خون جگر. ای خواهر لخت جگر، ای دختر گلبرگ تر. خوشبختی ما و شما در یوم دین روز جزا، مقبول یزدان گشته است اندیشه می باید تو را. اول که هست آن مدعا، ایمان و اخلاص بر خدا، هم بر ملائک و رسول، بعدن کتب آمد قبول. بر روز آخر و قدر، زنده شوی آمد دیگر. 7 رکن ایمان است این، راه یقین اسلام گزین. خوشبختی و خرسندی را دایم نماد جستجو، در طاعت پروردگار، هم در رضامندی او. شنونده عزیز، این کتاب نامه پرمسئولیت است از صمیم قلب پرمحبت مؤلف برای تمام زنها، خصوصا مادران و خواهران مسلمان. این کتاب نامه پرمحتوی است که عقل آن را پذیرفته و شریعت اسلامی آن را راهنمایی کرده است. بیشک این نامه هر یک زن مؤمن و فاضل را به آغاز نمودن زندگی بهتر و با سعادت فرا می‌خواند. به سوی زندگی می‌خواند که پر از آرزو و هوس‌های نیک است و آسوده خاطری و آرامی را کفالت می‌دهد. به سوی زندگی می‌خواند که سراسر قناعت و یقین، وقار و حیا، افتخار و کامیابی، محبت و الفت و انسگیری با ذکر و یاد خدای مهربان می باشد. و اگر این کتاب خوشبخت‌ترین زن در عالم با دقت و اندیشه عمیق مطالعه شود و با اراده استوار عملی گردد، شاید آرزو و مراد من تحقق پذیرد و جامعه عمل پوشد. از این جهت شاید این کتاب راه حل بسیار از مشکلات و گرفتاری های جامعه امروزه را نشان دهد و برای پیدا کردن جواب درست آن مساعدت نماید. دکتر اویس القرنی. خوشبخت‌ترین زن در عالم. خواهرم، نه، چنین مکن. تمام عمرت را در راه بحث و مناظره های بی‌فایده و دوست داشتن انتقام گیری صرف مکن. جمع کردن مال را از سلامتی و خوشبختی و آسایش و راحتت بالا مدار. خطاهای دیگران را پیگیری کرده به غیبت آنها مکوش و عیبهای خود را فراموش مکن. خواهرم، گرفتار دام نفس سرکش مشو و همه گونه طلب و خواهش خود را تأمین آن مساز. وقت خود را با فارغ بالان ضایع مکن و لحظه های عمر را بیهوده صرف منما. خواهرم، نسبت به پاکی بدن، منزل و جای، خوشبویی ها و ترتیب و نظام بی اهمیت مباش. به مشروبات حرام و سیگار و کلین و تمام پلیدی ها نزدیک مکن. از مصیبت و ناکامی های گذشته، فاجعه و بدبختی انجام یافته یا خطاهای صادر شده یادآور مکن. آخرت و برای دریافت آن عمل کردن را فراموش منما و از رسیدن آن روز غافل مباش و در عبادت ها کوتاهی مکن. مال را برای انجام دادن کارهای حرام ضایع مساز. در عملهای مباح به اسراف راه مده و بخیلی و ناتوانبینی را پیشه مکن. 1. خواهرم، در خاطر داشته باش که
پروردگارت آمرزش خواهنده را می آمرزد و توبه کننده را می پذیرد و شخصی به سویش آینده را قبول می کند. دوم، به بیچارگان رحم و مهربانی کن تا خوشبخت شوی. به محتاجان عطا نما تا شفا یابی. بدبینی ها را تحمل بکن تا سلامت بمانی. سوم، خواهرم، خدا همراه توست و فرشتگان برایت آمرزش می خواهند و بهشت انتظار توست. چهارم، اشک چشمانت را با غرض نیکویی خواستن از پروردگار خود پاک نما و به یاد کردن نعمتهای خداوند غمهایت را دور بکن. پنجم، گمان مکن که دنیا برای کسی کامل شده باشد. در روی زمین کسی نیست که تمام خواسته هایش حاصل شده باشد و از زیان غم و مشکلات امین بماند. ششم، مثل درخت خرما عالی همت باش که از آزار دادن برحذر است، چون با سنگ درخت را بزنی میوه‌اش را برایت هدیه دهد. هفتم، آیا بار شنیده ای که اندوهگین شدن چیزی از دست رفته را باز پس آرد یا غمگینی خستگی را اصلاح کند؟ نه، پس غم و اندوه کشیدن چی ضرورت دارد؟ بار فکر کن. هشتم، ناراحتی و فتنه حرام را انتظار مباش، بلکه ایمنی و صحتمندی را. اگر خدا خواسته باشد نگران باش. نهم، خواهرم، در عوض بخشیدن گناههای تمام شخصانی که برایت بدی کردند آتش کینه را در دلت خاموش بگردان. آرام شو. دهم، غسل و طهارت، خوشبویی و مسواک و نظام و ترتیب دواهایی هستند که تو را از تمام بدبختی و مشکلات اگر خدا خواسته باشد نجات می بخشد.